بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکی از موضوعات جنگ فکری که است خطر جنگ فکری است. خطر جنگ فکری در چی است؟ خطر جنگ فکری در این است که اکثرا جنگ فکری محسوس نمی باشه. در جنگ مسلح و جنگ‌های دیگه که است دشمن معلوم دار است، سلاح دشمن معلوم است. حتی یک آدم بی‌عقل هم که باشه او را میفهمه. مثلا در زمان روس‌ها وقتی که روس‌ها آمدن کل مردم قریه در مقابلش خیستن و روس‌ها وقتی که در قریه داخل میشدن باز داخل قریه کت تانک میرفتن، کت توپ میرفتن. دیقان هم میفهمید که دشمن است، فایر میکردن، میکشتن، حیوانات هم میزدن. روسا به عقل بودن، جنگ فکری میکردن. اگر چی تو نیست که جنگ فکری نکردن، باز ما شما روسا چی جنگای فکری در افغانستان کرده او را سرش بحث میکنیم، لکن جنگ فکری اروپایی ها و امریکایی ها از اونا که خطرناکتر است. و دی حال فعلا وقتی که امریکایی ها در قریه میرن با یک پروژه میرن، با یک پروژه ساختمانی، با یک شفاخانه میرن، با یک چند معلم میرن، با مکتب میرن. اینا ظاهرا درک از او برای بسیاری از مردم بسیار مشکل است و خطر جنیمی است که اونا کافر میسازن، بیدین میسازن، گمراه میسازن، وطن از دستش میگیره، خاک میگیره، سرزمین میگیره و اکثریت مردم نمیفهمن. این خطرش است. یکی از دوستای ما در ولایت خودش دکتر است، دکتر در یک مؤسسه بود. باز یک شب تو شیشتا بودیم قصه کرد، گفت که همین مؤسسه ما گفت و قریه که کار میکرد، گفت در بین از این قریه دو تا مولوی صاحبا بودن که دو تا مولوی ها با پروژه این مؤسسه احیانا مخالفت نشان میدادن. در یگان خطبه خود، در یگان نماز خود، در یگان چیز سرشان انتقاد میکردن که این مؤسسه چطور است و چنان است. میگه به رئیس مؤسسه رسید. رئیس مؤسسه میگه من خواست برای ما گفت که خیلی خودت یک اعلان نوشته کن که ما به یک دو نفر عالم ضرورت داریم، به دو نفر مولوی ضرورت داریم که از دیدگاه اسلام برای مردم ضرر آبها و یا آلودگی و میکروب و این گپا از نگاه اسلامی برای اینا تشریح کنه. میگه من ایران مادم که دو نفر خب بزد ما تبلیغ کرد و این مردکال این گپ شروع کرد. میگه اعلان نوشته کردیم، آوردیم پیشش، گفت چقدر نفر عریضه دادن؟ گفت که حالا 20 نفر مولوی صاحب عریضه دادن. نوشته کرده بود که ما ماهانه $200 معاش میتیم، علمایی باشن که بیان در همین قریه فقط برای مردم چیز تشریح کنن، صحت از دیدگاه اسلام. لسته که میگه پیشش ماندیم، میگه برای من گفت که 2 نفر مخالفین عریضه داده. این خودم دوستم برام قصه کرد. میگه من برای خارجی گفتم که بله. گفت کدام است؟ نامشان خط بگی. گفت بیزشان خط بگی. گفت امی 2 نفر استخدام. این 2 نفر استخدام کرد. گفت یا آمدن برشان بسیار محترم، چای ماند، کلچه ماند، کیک ماند. گفت مرا گفت که بفرمانشان که مالی ما دیگه کدام هدف نداریم، فقط این قریه شما برین از نگاه صحی از دیدگاه اسلام آیت بخواین، حدیث بخواین که مردم این صحت بفهمن. میگه یا قبول کردن یا یک ماه معاش داد $200 یا خوب خوش شدن. 1-2 ماه 3 ماهشون که تیر شد مکتوب نوشته کرد که مولوی صاحب وظیفه شما در این منطقه ختم است، برین در ولسوالی‌های دورتر. خب خلاصه یارا 2-3 سال روان کرد پشت نخود خام. فضا را کاملا منطقه را بر خود چی جور کرد؟ منطقه‌ای که در اونجا هیچ مخالف باید نباشه. اینی خطر جنگ فکری است که بسیاری وقتا انسان‌های عادی اصلاً او را درک نمیکنه. مثلا
اگر شما پروژه های غربی ها را مطالعه کنین، ما در پروژه خود نوشته میکنن که ما بزنس میکنیم. مثلا یک شرکت امریکایی وقتی که میاد در افغانستان، اینجا میبینه که 20 میلیارد چیزش هست، 20 میلیارد پروژه از این عایدات داره. اینا میگن از این 20 میلیارد 1 میلیارد از این پس از اینا مصرف کنیم. 1 میلیارد در کجا مصرف کنیم؟ برشان در اون منطقه سرک بسازین، مکتب بسازین، شفاخانه بسازین، این بسازین، کلش یک بار استعمال که یا میبرن کلش باز خراب شود. مثلا خوب اتاقا میسازه کلش چوبی و کاغذی. اکثر دفاترشان سعی کنین همین قسمی است که همین برای در یک شماله کلش چپه شود. این تو نیست که به اساس بی‌توجهی باشه. این پروژه همین قسم است. اینال از 19 میلیارد برای خودش که بانه 1 میلیاردش سری مملکت مصرفه که اینال این مردمایی که جنگ فکری نمیفهمن یا میبرد میگه او برادر سعی که مسجد ساخت، سعی که سرک جور کرد، سعی که شفاخانه را جور کرد، سعی که فلانی کار کرد، سعی که فلانی کار کرد، اما خبر نداره که 19 میلیارد دیگه تو را بردن. از این خاطر شما برین در افریقا سعی کنین، مردم نصرانی هستن، به دین از یا هستن، عکسایشان است که بول حیوانات هم میخورن، طفلایشان سعی کنید که قبرگاهشان به یکی دیگه چسبیدن، آب یافت نمیشه، بول حیوانات هم میخورن. چرا بر از اون یک چهار جور نمیکنن؟ اهل دینش هم است. اما برای ما تو یک جوانی که خوب معاصل، مثلا خوب ما شما مردم افغانستان زندگی ما الحمدلله نسبت به دیگر مملکت ها خوب است. یعنی بسیاری وقتا که شما اگر دیگر مملکت ها اگر به هند برین نه پیسه‌دار غریب معلوم میشه میمانیش. اما در افغانستان غریب هم که بری قابلی پلاو برات میاره، پیسه‌دار هم میاره. تنها ظرفاش کمک فرق میکنه. اگه نه اون بغوریگاکاش خوراکش اینه که خوراک است. اما در هندوستان وقتی که بری باز میفهمی که اون نفر غریب است. مثلا این غریب سعی کنی 35 کیلوست، پیسه‌دار سعی کنی 350 کیلوست، باز میفهمی که اوه این پیسه‌دار است، این غریب است. در افغانستان کس بسیاری وقتا غریبا رو سعی کنی کچالو فروش که پیشش از کچالو خورده یعنی یک شکم. اینجا افغانستان چی است؟ چرا اینجا میان پروژه رو میگذارن؟ به خاطر از اینکه در اینجا از نگاه استراتژی، از نگاه زمین، از نگاه معدن، از نگاه فلانی چیزایی دارن برای هر کدامش. پس اینا پروژه جنگ فکری رو بسیاری مردما نمیفهمه. خطرش اینمی هست که دشمن دو چی هست؟ مخفی هست. دشمن در لباس دوست میه. همیشه خطر جنگ فکری بزرگترین خطرش اینمی هست که دشمن در لباس دشمن نمیه. در لباس یک انسان بسیار خوب میه، در لباس یک استاد پانتون، در لباس یک دکتر، در لباس یک انجینیر، در یک لباس یک دعوتگر دین، یک کشیش، یک شخصیت خوب، یک تجار، یک آدمی میگه که وقت همراهش میشینی بسیار دقیق است، اما او کلش پروژه هست. خطر جنگ فکری این جنگای دیگه که است جسم تو را شکار میکنه. خطر جنگ فکری است که ایمان تو را شکار میکنه. در جنگ فکری هدف نیست که ترکت مرمی بزنن. او رو میگه در جبهه خب از اون جنگ است که اونجا خب کسایی که جنگ میکنن در جبهات اونجا مرمی است و سلاح راکت است سوش خونه هست. اما در جنگ فکری ایمان تو را هدف قرار میده. هدف ایمان است. راکت ازی سلاحی ازی این سلاح نداره، راکت نداره. متوجه هستی؟ این پروژه ازی چی است؟ راسن سر ایمان تو تمرکز داره. چه قسم از قلب ازی جوان مسلمان ما ایمان دور بکنم. از این خاطر فضا را چی میسازه؟ فضایی که ایمان ساز است این فضای ایمان سوز میسازه. یکی فضای ایمان ساز است. متوجه هستی؟ یک جایی بری که کلگی دیندار است، کلگی مردم خوب است، خودت خجالت میکشی که سر لچ بگردی، خودت خجالت میکشی که ریشت کل باشه، خودت خجالت میکشی که نماز نخوانی. اما آل فعلا یا فضا را تو ایمان سوز میسازن که کسایی که خانمایشان حجاب میکنن و خجالت میکشن و کسایی که زنایشان لچ است و افتخار میکنن. چرا؟ فضا ایمان سوز است. و کسایی که بیدین است و افتخار میکنن دیندار ملامت است.
فضا را اتو خراب میسازه و آلوده میسازه ایمانسوز که ریش داری سر ریش کلگی سر میگی کلگی ریش ها چت او والا تو هست کلگی رو میبینی به حیا تو که حیا میکنین او شما تا کدام قرن زندگی میکنین اینی چی کشیده در یک جای عروسی بود خانمای سرلوچ و قولوچ یاد تا شدن یک زن سرلوچ دیگه چی میگه برای دیگه این خوارک ما خطا شدیم حالا باش که خیمه پوش ها تا شده او خانمای ما را چی میکرد که یعنی چادر به خیمه تشبیه میکرد حالا باش که خیمه پوش ها نازدانه باش که نوبت از هاست ما کمی مجرد اشت بگوی وقت در سر بام مادر بالا شد با گوش خود شنیدیم من بسیاری وقتا گپه که میگم دروغگوی دشمن الله هست من گپ شنیدگی رو میخوام بر مردم بگم که این حال فضا ایمان سوز است این حال یک کسی که کالای لیلامی پوشیده مثلا رفته 50 رو برای پتلون کاوبای خریده اثر یک نکته یه قطعه را بله او را مثلا 5 پس ادا میکنه از او پوشیده اونو انسانه که مثلا هویت اسلامی خدا لباس اسلامی خدا کلان ریش سفید یک کالای چسب پوشیده که فقط میگه خدا رنگ کردن او باز میخواد سر کی خنده میکنه وقتی سر تو لباس اسلامی داری لباس درست داری پس فضا رو چی میسازه فضا رو از ایمان سازی به چی مبدل میکنن به ایمان سوزی پس اینا حالا چی همیشه مثلا موبایل که است کامپیوتر خوب بسیار خوب چیز است لکن چند فیصد مردم از کامپیوتر استفاده خوب میکنن چند فیصد از این استفاده مثبت میکنن بعضی اوقات ما کامپیوتر سهل میکنم حتی ما هم بسیاری وقتا در گناه مبتلا میشیم اما اگر شما سهل کنین ما او روز دیگه کامپیوتر باز کردم اما کسی که فیلم رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 سال پیش ساخته بود فیلم فتنه را فیلم را ساخته بود که رسول الله صلی توهین کرده بود ازواج مطهرات بسیار توهین کرده بود مظاهره شد در جهان اسلام اینترنت اگه باز کردم امون نفر اتو گپا میزنه مسلمان شده میگه گفتم که لا اله الا الله محمد رسول و آلی که گپ میزنه از یک ایمان قوی ایران میمانی همونجا من گفتم امون نفر که نه گپ شروع کرد یک جمله گفت که مرا بسیار زرم تاثیر کرد گفت او مردم فکرتان باشه که ایمان به خواتیم است از رحمت الله سبحانه و تعالی است که عبرت را در خاتمه گردانیده است و نه در آغاز. نامم آرناوت فاند دورن است و 2 سال پیش به دین مقدس اسلام مشرف شدم. آرنولد فان دورن کسی که فیلم فتنه را ساخت، فیلمی که بسیار به رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین و تحقیر نموده بود. یک سیاستمدار برجسته در حزب آزادی بود، حزبی که دشمن سرسخت اسلام بود. چه قسم از تعصب خطرناک راستگرایی و دین مقدس اسلام مشرف می شود. من پیش از اینکه مسلمان شوم بسیار نظر مختلف داشتم درباره جامعه و درباره مسلمان ها و در زندگی سابقیم من اسلام بسیار به شکل منفی به طرف اسلام نظر میکردم. حزب سابقش یک فیلم خطرناک را ساخت که بسیار توهین و تحقیر به رسول الله صلی الله علیه وسلم نموده بود. نام این فیلم را نام عربی دادند، یعنی فتنه، تا برای مردم بفهمانند که اساس فتنه و بدبختی در مسلمان ها هست. ما وقتی فیلم ساختیم، فیلمی که به نامش فتنه بود، میخواستیم مردم از اسلام بترسانیم. بعد از عکس العمل جهانی مسلمانان که به خاطر فیلم فتنه صورت گرفت، احساس کرد فاروندورن که یک اشتباه بزرگ صورت گرفته است. به طرف مسجد رفت تا اسلام به شکل حقیقی بشناسد. شما قرآن و کتاب سیرت را گرفتید، قرآن را چی گونه کتاب یافتید؟ قرآن راهنمای ما هست و مهمتر از همه چیز این است که قبل از قرآن فکر من درباره قرآن بسیار مختلف بود نسبت به فکری که ما حال دارم.
شما قرآن را تلاوت کردید. کدام آیت قرآن در شما تأثیر بیشتر داشت؟ حقیقتی است که تمام قرآن بسیار زیبا و دلپذیر است و بر من بسیار سخت است که من یک آیت مشخصه برتان بگویم، به خاطر که تمامی آیات قرآن حکمت‌های بسیار زیادی دارند. و این نفر سرسخت ترین دشمن اسلام اگر در گیر موت میامد سعی کن الله چقدر ذات رحمان است، چقدر ذات رحیم است، چقدر ذات صبور است، صبور، چقدر صبر میکنه، محبوبشن، پیغمبرشن، دوست بسیار نزدیکشن، چقدر توهین میکنه، لکن الله دروازه رحمت خود سر از هم بسته نمیکنه، فرصت میده. و امروز او بزرگترین دعوتگر اسلام در اروپا است، بزرگترین دعوتگر اسلام در اروپا است. یعنی این حال ببین از او اینترنتی که ما تو استفاده مثبت بکنیم. 2 سال میشه که مردکم مسلمان شده، تا بالا 2 سال بعد مفهمیدم اول خودم. شما رو ترجمه کردید؟ آله خطر ده چیز 2 سال بعد ما خبر شدیم. فیلم امروز جور کرد، امروز ما خبر شدیم کل دنیا. سعی کنین میدیاره چقدر بر ما و شما میرسانه. چتلیاره همین نفر جنایت کرد، امروزش بر ما خبر است، کل دنیا رو قلقله گرفت. این مرد 2 سال پیش مسلمان شد، حالا مسلمان نشده و حالا شاید 3 سال شده باشه. فضيلة الشيخ يوسف استس. ولی ما تو خبر نداریم. حالا ما خبر شدیم. چرا؟ به خاطر ازی که چی هست؟ جنگ فکری هست. جنگ فکری چی هست؟ در ژورنالیسم خبر میه به نفع مسلمان هست. یک فیلتر دوم کس ایره از نفع مسلمان ها میکشه. در سوم فیلترش همین خبر که به نفع مسلمان به ضد مسلمان ها ایره تبدیل میکنه. اینی خبر از فیلتر چهارمی برای ما شما میگه. وقتی که خبر رسید ما تو که سهل میکنیم حالا مسلمان ها چی کردن؟ آخرام گفتی سهل کنی که اون مسلمان لط خورده، اون مسلمان کشته شده، اون مسلمان خونش ریخته، اون مسلمان سر ناموسش تجاوز شده. ولی ما فیصله ما در چی هست؟ ما خود شاگردای جنگ فکری هستیم. اونا برای ما یک خبر که آورد سر نمو خبر بازه که ما شما میخیزیم بمیار کنه. ظالم میگیم بسیار خوب آدم، ظالم میگیم بسیار شریف آدم است، ظالم میگیم چرا؟ جنگ فکری است. مظلوم ما و شما یک سنگ دیگه هم در فرقش میزنیم. او خود زد، او خود کشتش، او خود از بین بردش، او خود سر فامیلش تجاوز کرد. لکن ما هم میخیزیم همون گپایی که کفار میگه، ما گپای دشمنای اسلام، گپای قاتلای مسلمان ها امر باز. پس چرا علت چی است؟ جنگ فکری است. چرا برای ما خبر به اون شکل اصلیش نامده دیگه؟ و ما هم قدر نده دین و قدر دسترسی قوی داریم که بریم مرجع اصلی دین که قرآن و سنت است او را باز کنیم. والا عربی نمیفهمم، والا من نمیفهمم. و از نگاه تکنولوژی و ساینس هم قدر دسترسی نداریم که او خبر اصلش پیدا بکنیم. یک روز دفتر ما چند سال پیش یک استاد کار میکرد و در کامپیوتر در اینترنت خوب چیز داشت. یک فیلم آورد مرا گفت بیا استاد سایل کن برات نشان بدم یک چیز. گفت سایل جنگ فکری ده. یک دخترک است، استاد است، در خبر نشته شده که پولی از دخترک یک مثل ما یک آدم است، خود جوان است، قواریش معلوم میشه، ملا هست یا قاری قرآن است. نشته کرده که ببینین ملاها و قاریای قرآن، اینی قاری قرآن 30 ساله که این دخترک 6 ساله نکاح میکنه و دخترک گریان داره و واقعا دختر گریان داره. ولی هر کس سهل میکنه تعجب میکنه که لعنت خدا سر تو قاری قرآن، این کتگی تسایی که این قواری تسایی که دخترک خود تسایی که حالتش تسایی که وضعیتش و او چیغ زده میره و این دست خود از سرش مانده و
این نفر گفت که این کسی که برام گپ میزنه متخصص انگلیسی است، دیپارتمنت انگلیسی را خوانده، در اینترنت دسترسی داره، کلمات میگه من سرچ کردم فیلم اصلی را پیدا کردم. فیلم اصلی را پیدا میکنه، کلان فیلم است، مسابقه قرآن است. یک دخترک اول میشه، یک دخترک دوم میشه، یک دخترک سوم میشه، این دخترک چهارم شده. این به خاطر جایزه نرفته گریان داره. این دخترک به خاطر جایزه نداره و این استادش هست دست خود سرش کرده که خیر از بچیم حال گریان نکو برد یکان تو فهمیتیم خیر است که جایزه کلان نگرفتی. جایزه ختم قرآن و تلاوت قرآن به چی مبدل میکنه؟ به زنا، به تجاوز جنسی. این چیزی خطر جنگ فکری است که بسیاری وقتا این حال کسایی که نمیفهمم تو غرق از بردیش. اما کسی که باز فهمید، ما یک استاد داشتیم یک مثال میداد. خب بعضی کسا که است میفهمه خب پسان میفهمه خوشحال به حال که یک سال بعد بفهمی، 2 سال بعد هم بفهمی خوب است، پیش از مرگ هم بفهمی خوب است. گفت که او یک مثال میداد، میگفت چند تا مایات داخل بحر بدن. یک ماهی دیگه هم تو عکس کشته بود رامبو است، یک ماهی دیگه بخورم تو تکواندو باز است. یک چند تا ماهی ریش سفید است، پیرک است. این ماهی خرد این بحر هستن بین هم دیگه که یک تا گوشت از بالا میه، یک لخم گوشت است که تو میزن میگه. یه ماهی که دیگه هم تو رامبو رسیده میری، ماهی ریش سفید برش میگه که ماهی نرو رامبو، این گوشت ظاهرش سایل نکو، در بین از این گوشت که از چنگک از گلون تا غار میکنه. ماهی میگه خب دیگه چیست؟ دیگه میگه صاحب کشت میکنه در بالا. اونجا کی است؟ اونجا اسرائیل مایا ششته. اسرائیل مایا پیشی چی است؟ یک دیگ است دوزخ واره، روغن پر است. باز چی میکنه؟ گفتم این روغن میپرته، جغ بغت میکشه. ای برش میگه که برادر شما مایا هستین که در خواه زندگی میکنین. من یک مایی ماتریالیست هستم، ماتریالیزم دیالکتیک خوانده. گوشت چشم میبینه محسوس است، این کاسه و این مایگیر و این روغن و این آتش و این گپا کلش خیالات است. این گپا را من قبول نمیکنم. من روز در مایی در این بحر به طرف شمال بحر رفتم، به طرف جنوبش رفتم، شرق رفتم، غرب رفتم، مایگکای سبز، مایای گلابی، مایای زیبا. این چیزایی شما میگه اصلا نیست. نترسان این مردم. آخری مایا گفتن که صدها چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا که افتاد و بیند سزای خیش. برو مایی جان نوش جانت برو بخور. تو رامبو ماریش سفید یکی خیلی سعی کنین لالایتان بیخوره، شما گوش نبیشینین، روزه بگیرین. یکی کمی میگن که تا کمی لغمه را در میدان خود میگن که چنگک دادان از بند بشن، کمی کشش میکنه. این دنیای ما شما کس آخرت ماهی است. فهمید؟ یعنی اون دنیاست زیر، ما شما کجاستیم؟ آخرت است. حالا ما شما این دنیای ماست، بالا چی است؟ آخرت است. اینه که مجرد کمی کش میکنه که این کلیش از این همین که مبرایه سیل میکنه که اوهو اون دوزخ. سیل میکنه که یک ماهیگیر هم صاحب برتای کتک صاحب شیشتا دیگه کاردام این صاحب دمی دستش که همین تا که چیزش میکنه که میپرتش دیم بین سر ریک جغ بغ میشه که الان بدین ماهیگیر صاحب کش میکنه میگه رازم نانایه دیر خیزونه وارچه صاحب هم شکمش دو پاره میکنه و در بین ماهی در بین زمین روغن میپرتیشه. میگه صدها چراغ داشتم و بیراه همی رفتم، بگذار تا بسوزم و بینم سزای خیش. عین قصه سر فرعون شده. فرعون سر موسی رشخند میزد، سر هارون رشخند میزد. و ما رب العالمین. موسی علیه السلام برش میگفت سر از رشخند میزد. مجرده که ملک الموت کم خفکش گرفت، فبصرک الیوم حدید. حدت چرا میگن؟ تیزی نمیگن.
چشم انسان باز اوت تیز میشه که دمون لحظه‌ای که دست ملک الموت می گلون تگرف خفه کرد، باز جنت میبینی، دوزخ میبینی، عذاب میبینی، ملائکه را میبینی، کلش. یارو که فرعون دید صدا کرد که آمنتو، ایمان آوردیم به ما آمنت بهی بنو اسرائیل الان وقد عصیت. چند سال برات وقت داده شده بود، حالا که دیدی خفکش کرد، باز گفت تیش کرد بحر، بزنش رو پرتش که ای برای کل انسانهای بیدین و کافر و که ایمان به چشم خود دارن. 3 قسم چشم است. خب بعضی کسا از چشم ظاهری سیل میکنه، این چشم ظاهری هست. بعضی کسا از چشم عقل سیل میکنه و بعضی کسا از چشم قلب که چشم ایمان است از این سیل میکنه. و کسایی که از چشم ایمان سیل میکنه بسیار کم است. مثلا شما در سیرت خواندین نه؟ یا مثلا آیات قرآن میخواین الله سبحانه و تعالی به رسول الله صلی الله علیه و آله میگه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یک نفر میگه شما سوال میگه الله برای رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که الم تر آیا ندیدی کیف فعل ربک باصحاب الفیل، که الله با اصحاب الفیل چی کرد؟ آره و اون وقتی که اصحاب الفیل بود خود رسول الله صلی الله علیه و سلم خرد بود و تو تولد نشده بود. در حادثه فیل میگم بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم الله چطور برش میگه که ای محمد صلی الله علیه و سلم ندیدی که الله با اصحاب الفیل چطور کرد؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم آیت قرآن که میخواند ایره با نظر قلب خود میدید، با ایمانی که داشت میدید، مثل که عمو پیش روش سپری شده باشه. اینال بسیاری وقتا ما و شما بسیاری چیزا را وقتی که میبینیم صحیح نه؟ وقتی که صحابی میره خرما را در دان خود میکنه، میگه تا که من خرما را بگیرم شمشیر را میگیره، شمشیر در شکمش میخوره، تیر میخوره، فزت و رب الکعبه، میگه قسم رب کعبه است که من کامیاب شدم. حال کل مردم موضوع که سنش سال کنه میگه ولی خب مرد، یه میگه من کامیاب شدم. اینا لو که به نظر ایمان سال میکنن شهادت در راه الله را فوز و کامیابی حساب میکنن. اما کسی که با نظر چشم و عقل سال میکنه میگه خب مرد. الله میگه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، نگوییم مرده است، بل احیا، زنده است، ولکن لا تشعرون، شما احساس نمیکنین زندگی از اون، خود زنده است. از مقام تو که در مقام بسیار عالی تر است. از این خاطر بسیاری است. کاکای من گفت ما کاتولیکا جهاد میکردیم، گفت در صف جهاد کاتولیکا وقتی گفت جهاد بودیم، یک بچه جوان گفت اینم تو 22 ساله 23 ساله گفت شهید شد. گفت من بچه‌ش میخواد رفتم دیدمش که همون لحظه که این شهید شده لباساش تر است، لباساش تر شده. میگه میره من به می چشم خود دیدم. میگه اگه سالا داشت سالا گرفته بود، میگه ما کم گرفته بود، میگه ما هر قدر 3 نفر مجاهد از دستش گرفتن، 3 نفر از دستش گرفتن، هر قدر گیر کش کردن، گفت دستای واز نشد. گفت آخر بالاخره میگه ما مجبور شدیم که همین جنازه ازیره 12 بجه شب است، گفت دفن میکنیم چرا روز نمیتونیم، بمباردمان است. گفت 12 بجه شب حتی چراغ هم روشن نمیتونیم کردن، جنازه ازیره دفن میکنیم. گفت امیر آمر منطقه کلانش گفت آمد، میگه که آمد یک کلان مولوی بود، مولوی سیدی قلان هم داشت، بیادر شفیع الله بخدمت، میگه می آمد برش دمی کوشش گفت بچه سلاد پریده چورون نده جهاد کی سلاد پریده چورون. میگه مولوی می قسم گرفت، میگه ما 4 نفره هم نتونستیم سلاد رو میگم دید که دوستایش هم نرف شده که سلادش از پیش گرفت. یعنی امیرم کاکام گفت ما بچه‌شم خود این حالتا رو در چیز دیدیم. این حال یکی نظر ایمان است که الله بر ما و شما چشم ایمان نصیب کنه. مرگ خدا ببینیم که مرگ ما در چه حالت است. بسیاری کسا میمرن، بزرگترین مرگ چی است که ایمانت از دست بدی و فکر میکنم من زندگی گرفته. بسیاری کسا در شرک مبتلا است، به مخلوق سجده میکنن، به مخلوق رکوع میکنن، ایواز یا الله یا مخلوق میگن.
اما این چون نظر چشمش است و نظر عقلش است فکر میکنم والا اصلا من بسیار چیست. اما یک نفر با نظر ایمان سلم میکنه مرگ زندگی فکر میکنه. این نظر ایمان میگه در جای طرف مرگ میره اون امور زندگی فکر میکنه. این میبینه که من زندگی طرف زندگی در حرکت است. از این خود بسیاری وقتا کافران میگن برای خدا ما در زیر خانه پت میکنیم مسلمان مجاهد مستقیما استاد میشه در مقابل ما به خاطر که اونمون لحظه و انسان اونمون رفتن به طرف مرگ چی فکر میکنه؟ میبینه اصلا رفتن به طرف زندگی میبینه. بعضی کساست که باز مرگ سرش آمد و دیگه در ملک الموت آمد و خفکش کرد باز اونجا چشمش باز میشه. بعضی کسایی است که الله برش نور ایمان در قلبش داخل کرده هر چیز با قلب خود میبینه با چشم قلب میبینه باز اون حالتش فرق میکنه. پس جنگ فکری خطرش اینمی هست که فضای ایمان سوز داره چرا ایمان نشان میگیره عقلت نشان میگیره. تو انسان لوده میسازه که او خود پروفیسور فکر میکنه لکن او غربی میفهمه بسیار لوده است. از این خاطر از بسیاری مسلمان ها استفاده میکنن تا که اکسپایر شوند. قوطی پیپسیش که خورد قوطیش از زیر پای خود میپرده یک چند لغت هم سرش میکنه متوجه است بالاخره خودش به اون حالت میشه. و این کسایی که استفاده میشن باز این قسم ذلیل میشن. این قرآن بر ما گفته که ما قرآن بخوانیم که قرآن میگه که مثل شیطان میگه شیطان چی عادت داره چی شیطان انسی باشه چی شیطان جنی باشه. اذ قال للانسان کفر بر انسان چی میگه کافر شو سر از کار میکنه پروژه میگیره چوکی برش میته قدرت برش میته شهوات برش باز میکنه فلان همه چیز برش میته تا کی کافر بشه. فلما کفر وقتی که کافر شد باز میگه قال اینی بریء منک. یعنی ابلیس از این اظهار براءت میکنه و میگه اینی اخاف الله رب العالمین. تو جنایتکار جنگی هستی تو تروریست هستی تو دشمن هستی تو قاتل هستی آدم خوب هستم. ابلیس باز برش میگه که اینی اخاف الله رب العالمین من از الله میترسم و این ذلیل میسازه و این باز شرمنده دنیا و آخرت میشه. جنگ فکری خطرش نمیاد. عقلت هم چی میکنه؟ شکار میکنه. بسیاری مردم ها را سعی کنی که بسیار در اوج فکری هست که خود بسیار هوشیار فکر میکنه و بزرگترین سرمایه مسلمان چی هست؟ ایمانش هست. ما تو قیمت از ایمان نمیفهمیم. اما پیش یک کافر که بشینیم کافر میگه که صاحب برش بگی که ایمان ما چه قرض جاره میگه ایمان شما مسلمان ها چند هزار میلیارد قیمت داره. از این خاطر میگه ما میلیارد مصرف میکنیم به خاطر چی؟ به خاطر که ایمانت را از بین ببریم. چرا کسایی که ایمان نداره آله هیچ کس در مقابل امریکا استاد نمیشه. من یک شاگرد داشتم و شاگردم بسیار هوشیار بود. من وقتی که دستن فورم شاگردم هوشیار باشه باز برای وقت میدم میگم که تو گپ بزن. یک شاگردم بود در پانزه ژورنالیسم چند سال پیش خب من یک بچه یک چاقک بود بسیار پر مطالعه بود. باز من بسیاری وقتا که دستن میرفتم درس که میرم باز میرفتم تو بخی بچم یک چند دقیقه تو گپ بزن. باز من از گپ‌های از استفاده میکنم. یک روز را پرسان کردم گفتم یک سوال بکنم جواب برام دادن میتونی گفت بگو. من گفتم مال امریکا که است کت ژاپن غرض نداره کت اروپا و قدر غرض نداره خودشان چیز است کت هندو غرض نداره کت فلانی غرض نداره. حالا چرا کل پروژه هایش سر مسلمان هست؟ 800 میلیون دلار برای ساختن فیلم بزده به رسول الله صلی الله علیه و آله. من 1200 میلیون دلار اون روز یک گزارش خواندم به خاطر اینکه فیلم‌های بزده مسلمان ها بسازیم. من 1000 میلیون دلار به خاطر فیلم‌های برای بدنام ساختن حرکت‌های اسلامی بسازیم. اینقدر میلیون دلار برای بدنام ساختن مبلغین اسلام بسازیم. الله اکبر الله اکبر. خب این حال خطر جنگ فکری ایمان شکار میکنه، عقل شکار میکنه، حیا را شکار میکنه. خطر جنگ فکری حیا را شکار میکنه. حیا را از چشمت از بین میبره. آلی یک نفر اگه حیا داشته باشه نه از برای خدا. یک روز موتر شیشته میم یک دریور یک کاست مانده می دخترک آدم قطار شیشته. آخر می دریور گفتم
بیادر خوار داری، مادر داری، ذره حیا داری. همین سازنده چی میگه و طفلکای خورد دخترکاش اشتا وقتی که خردک بودی و خوب دخترک بودی و حالا که چیزک شدی و معاشقه شدی وقتی میری به خواهرت میپسندی، به مادرت میپسندی. انسان که حتی حیا را آنقدر از بین برده که بسیاری کسا در گپای بی حیایی بعضی که سابق در افغانستان باور بکن مردم در بغلای کو میرفتن. حالا ببینیم مردک از موتر 2005 تا میشه در لب سرک پخته تشناب میکنه در لب سرک عمومی. او کاکا او فلانی میگان نفهمیم میگان جوان نیست که اگه نیم کشتی پیدا شده می تخته پشت از این تاخ رفتا دو سر چیز کشش کنه که حیای از خوب شده. این حتی حیا را از چشم مردم این جنگ فکری هست. حیا را از بین برده. بسیاری کسا برهنه میگردن از امون شرمش نمیه. دیگه این حال جنگ فکری است. جنگ فکری عقل شکار میکنه، حیا را عقیده را شکارش چی است؟ این شکارهای جنگ فکری است. تارگت میگه چرا تارگت میگیری، چرا هدف میگیری؟ میگه عقل از جوانه، عقیده از جوانه، ایمان از جوانه، اینیا را شکار کو و شبهات اینیا را در بینشان ایجاد کو. در این صورت میگه ما کامیاب میشیم. خطر جنگی در اینجاست. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب